انشالله خداوند برکت بده. ببینم که خیلی استوره انشالله. ماشاءالله دولت دوام کمتر یک مردم استراحت کنن لذت ببرن. ماشاءالله ماشاءالله. حضرت صلی الله علیه و سلم یک روز از قبرستان میگذشت، حدیث مسلم است. اومد که یک زنه گریه داره، دولت قبرستان گریه داره، ناله داره. و حضرت اومد گفت اتق الله و اصبری. الله. زنه خدا بتر صبر کن. زنه کم نمیشناخت از حضرت صلی الله علیه و صلی الله علیه سلم. گفت و ما تبالی به مصیبتی، تو چی پروای مصیبتی من داری؟ تو چی میدونی مصیبتی برام؟ حضرت سخن را میگوید. حضرت یکون چی نگفت و رفت. ای زنه که گفتم که خود خونه ها بود پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم تو باقی درشتی کردی به حضرت. دیگه همون کریه کرده ای خفا اومد نگه. حضرت صدا کرد گفت یا رسول الله اینی لم اعرف که یا رسول الله گفت بخش که من نشناختم. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت انما الصبر لاول صدمه. یعنی صبر در اول صدمه باید که مسلمان اختیار کنه. همین اول که اختیار کردی صبر کردی و ان شاء الله بفهم که اصولش دیگه کار سبک است. اوه پروردگار بزرگ یعنی نعمت ها برام میته که فکر نمیکنیم. اما مرده مسلمان وقتی میبینه گریه و فیغان خیش تبارو و پیوندو را میگه یا لیت قومی یعلمون. ای کاش که قومی من میدونستم. الله اکبر. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. اگر میدونستم اینقدر روکانی و موکانی نمیکردم. حضرت یک روز در قبرستان جنت البقیع اومد. روایتی برا ابن عازب است. امام ابو داود در سننش روایت کرده است. میگه اومده حضرت در یک مشاهد قبرستان شیشت. ما هم میگه اطرافش حلقه کردیم برای لازم. و حضرت اعوذ بالله من عذاب القبر. الله اکبر. خدا پناه میبرم از لا حول ولا قوة. سه مرتبه. بعدا گفت ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا و اقبال من الاخره نزلت الیه الملائکه. بنده مسلمان گفت وقتی که همین در سکرات مرگ میغلطه به امر پروردگار ملائکه ها بیایند نزدش و پیشواز روحش بیایند. اینا ببینید ما چی میدونیم بخیر فقط گریه و فیغان مولود کجا رفتیم و چیکار کردیم. معهم کفن من اکفان الجنه و حنوط من حنوط الجنه. کفن دوران ای جنت آورده اید. الله. از جنت میگه عطر آورده اید، عطر خوشبو. ماشاءالله. و میگه که و جلسو در پیشش هم تمیشیدن تا جایی که چشم میرسه. حتی یجیء ملک الموت و یجیء ملک الموت. میگه همین وقت حضرت عزرائیل علیه السلام میآید و یجلس عند رأسی، در نزد سرش میشینه و امر میکنه ایتها نفس طیبه اخرجی الی مغفرة من الله. سبحان الله. یعنی مؤمن قبض نمیکنه. میگه ای روحی بنده پاک تازه خارج شو به سوی مغفرت الله، به سوی رضای الله. همون روح میگه خودش میبروید، اونها نمیکشه بروره. فتخرج تسیل کما تسیل القطره من فی سقا. این همی خیلی که ایدهن کوزه او میچککو پلاو نمی تجدو میشه میبروید. همون خیلی میگه آزاد و آرام خودش میبروید بدن بنده. فیأخذها. وقتی که برومد بعد میگه عزرائیل و دستش میقبلش. فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها. هم یک طرفة العین هم یک میجه به هم زدن در دستش میقبل و در دست یعنی ملائکه میداشت. فیجعلها فی ذلک الکفن و ذلک الحنوط. در آن کفن زیبای جنتی که آخه عقلی ما نمیگیره. ولی تو جنت نبینی مگه جو بدونی زیبای جنتی چیکار باشه. در اون میپیچوننش، از اون عطر میزننش، تمام زمین زمان میگه بوی انمی مشکی جنتی میگیره. فقط همین انسان و جن حس نمیکنن دیگه، همه حس میکنن دیگه. سبحان الله. فیصعدون بها. میگیرن همون روح میگه و حرکت میکنن زمین آسمان. فلا یمرون بها یعنی علی ملأ من الملائکه الا قالوا ما هذه روح طیبه.